سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز اومدم مجموعه بلووینگ رو بهتون معرفی کنم. یه رنت خودرو قدیمی که بیشتر از 150 تا ماشین داره. میخوام بهت نشون بدم با پول یک بار 2 بار تاکسی چه ماشینا رو میتونی توی دبی اجاره کنی و سوار شی. خب این لکسوس شاسی رو داریم که هم برقیه هم بنزینی. دوج چالنجر رو داریم برای اونایی که اسپورت دوست دارین. اونایی که ماشینای اقتصادی اکونومی اصلا ارزون رو به صرفه میخوای، هیوندا پول یک بار تاکسیته. و همینطور بچه ها بی ام و فورد مستانگ رو داریم برای اونایی که اسپورت دوست دارین. و اینکه میخوام ماشینای شاسی بلند رو بهتون نشون بدم. بنز شاسی خانوادگی رو داریم، بی ام و رو، و همینطور لند کروزو که توی شاسی ها هم خانوادگی تره و هم به صرفه تر. تو به من بگو چه ماشینی دوست داری، من تمام اطلاعات بلووینگ رو برات توی کپشن